نرم افزاری که امروز میخوام معرفی کنم نرم افزار ممبر پلاس نسخه بریلیان کرک شدهشه. نرم افزار همینجوری که خودتون میدونید فروشش متوقف شده و اینکه با قیمت خیلی بالا فروخته میشه. میخوام اول بگم که فرق نسخه کرک شده و نسخه اصلی چیه. نسخه کرک شده میبینید که خیلی راحت وارد برنامه میشه. خودتون میبینید خیلی راحت بدون هیچ مشکلی برنامه باز میشه. حتی برای خروج از اکانت، بله، فکر نکنید که من داخل اکانت هستم، اکانت خودم رو فلان بیسارم. میبینید که الان خارج شدم، باز دوباره بازش میکنم، میبینید که اومد بالا و کار کردش. اما نسخه کرک نشدهش الان، یا مثلا شماره ساز هم همینطور، نسخه کرک شدهش خیلی راحت میاد بالا. حتی خروج رو بزنم باز دوباره میاد بالا. و تو فیلم آموزشی نرم افزارم که دیدید خیلی راحت کار میکنه و درسته. اما نسخه کرک نشده میبینید که نرم افزار نام کاربری و گذرواژه میخوادش. خب نرم افزار تلگرام کریتور شماره سازو که تو فیلم آموزشی قبلی توضیح دادم روش کارشو، حالا نرم افزار ممبر پلاس بریلیان کرک شدهشم خدمتتون عرض کنم که چجوری کار میکنه. این نرم افزار برای افزایش ممبر فیک به کانال یا ربات یا اینکه تغییر اسم و عکس استفاده میشه. 8 تا کانال رو میتونید اینجا وارد کنید. همچنین برای گروه هم میتونید لینک کامل وارد کنید. کارهایی که نرم افزار انجام میده برای بازدید، عضویت، خروج از ربات، خروج از کانال، افزودن به ربات، حذف پیشرفته و چیزهای دیگری که شما میبینید. مسیر اول دیتا همون رو انتخاب میکنیم. تلگرام پورتاب و اینجا تگ کانال رو وارد میکنیم. اینجا که رتبه کانال نوشته دقت کنید که مثلا من وقتی آیدی کانال وارد میکنم اگر رباتی هم مثلا به این آیدی باشه کانال من در گزینه دوم و سوم قرار بگیره اینجا رتبه میشه. الان وارد کردم دیدید که اولی هستش، پس میشه همون رتبه شماره 1. تعداد ممبر به کانال، شماره‌ای که میخواید به کانال اضافه بشه میتونید اینجا به صورت دستی هم وارد کنید. خب برنامه رو فاصله انجام بازدید، وقت شروع بازدید در انجام عملیات وقت مثلا روی 3 میذاریم و شروع عملیات.
میبینید که داخل کانال عضو شد بدون هیچ مشکلی. اینم از این نرم افزار. امیدوارم که این نرم افزارم به دردتون بخوره، بتونید تهیه کنید و ازش استفاده کنید. روزگارتون خوش.